معی ربی. وقتی که حضرت موسی بنی اسرائیل رو برداشت و حرکت کردن شبانه به طرف دریا که بگریزن از اونجا و برن، فرعونیا فهمیدن اینا رو دنبال کردن. اصحاب موسی رو کردن به موسی. وقتی که نزدیک شدن که دیده می شدن، اصحاب موسی بنی اسرائیل ترسو و کم یقین به موسی گفتن الان انا لمدرکون، الان میان ما رو میگیرن، پدرمون در آمد. حضرت موسی فرمود کلا، هرگز چنین چیزی پیش نخواهد آمد. چرا؟ ان معی ربی، خدا با منه، پروردگار من با من است. کلا ان معی ربی سیهدین. ببینید معیت الهی اینقدر اهمیت داره. اگر من و شما بتوانیم این معیت الهی رو حفظ کنیم، بدانید آمریکا که هیچ، اگر 10 برابر قدرت آمریکا هم کسانی در دنیا نیرو داشته باشند، این نیرویی که خدا با اوست بر اونها غلبه خواهد. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه و لا تهینوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این رو بهش ملت ایران معتقده و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم. و خدای متعال ملت ایران رو و حقیقت رو و حق رو به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار من با من است.